روزی بهلول از کوچه‌ای می‌گذشت. شخصی بالایش صدا زد و گفت: ای بهلول دانا، مبلغی پول دارم. امسال چه بخرم که فایده کنم؟ بهلول در جواب آن مرد گفت: برو تنباکو بخر. مردک تنباکو خرید. وقتی زمستان شد تنباکو قیمت پیدا کرد. به قیمت خوبی به فروش رسید. بقیه هر قدر که ماند، هر چند که از عمر تنباکو می‌گذشت، چون تنباکوی کهنه قیمت زیادتری داشت، لذا به قیمت بسیار خوبتر فروخته میشد و سرانجام فایده بسیاری نصیب او شد. یک روز باز بهلول از کوچه می‌گذشت که مردک بالایش صدا زده و گفت: ای بهلول دیوانه، پارسال کار خوبی به من یاد دادی. بسیار فایده کردم. بگو امسال چه بخرم؟ بهلول در جواب آن مرد گفت: برو پیاز بخر. مردک که از گفته پارسال بهلول فایده خوبی برداشته بود، با اعتمادی که به گفته‌اش داشت، هرچه سرمایه داشت و هرچه فایده کرده بود، همه را حریصانه پیاز خرید و به خانه ها گدام کرده منتظر زمستان نشست تا در هنگام قلت پیاز فایده هنگفتی بردارد. چون نگاهداری پیاز را نمی‌دانست، پیازها همه نیش کشیده و خراب شد و هر روز صدها من پیاز گنده را بیرون کرده به خندق می‌ریختند. عاقبت تمام پیازها از کار برآمده خراب گردید و مردک بیچاره نهایت خساره‌مند شد. مردک این مرتبه با قهر و خشونت دنبال بهلول میگشت تا او را یافته و انتقام خود را از وی بگیرد. همین که به بهلول رسید گفت: ای بهلول، چرا گفتی که پیاز بخرم و اینقدرها خساره‌مند بشم؟ بهلول در جوابش گفت: ای برادر، آن وقت که مرا بهلول دانا خطاب کردی، از روی دانایی گفتم برو تنباکو بخر. این مرتبه که مرا بهلول دیوانه گفتی، از روی دیوانگی گفتم برو پیاز بخر و این جزای عمل خود توست. مردک خجل شده راه خود را پیش گرفته رفت و خود را ملامت می کرد که به راستی گناه از او بوده.